کیست غمخوار وطن کیست غمخوار وطن گر نه تو باشی و نه من چشم بیدار وطن گر نه تو باشی و نه من کیست تا سنگ اگر نیست سر خود بنهد پای دیوار وطن گر نه تو باشی و نه من تن به خواری کی دهد تا نکند دست عدو گل ز گلزار وطن گر نه تو باشی و نه من من یزیدی است که با قیمت جان انجامد کو خریدار وطن گر نه تو باشی و نه من پاره مست غنایند و دیگر محو فنا کیست هوشیار وطن گر نه تو باشی و نه من بند مفتول محل را کی به دندان کند از تن افگار وطن گر نه تو باشی و نه من فرض کردیم که تاجیک تحمل نکنیم کیست تاتار وطن گر نه تو باشی و نه من رستم وهاب سال تولد 1960 در سال 1983 بخش فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. در سال 1984 اسپیرانت همین دانشگاه شد. از همین سال در دانشگاه به عنوان معلم و همچنین در روزنامه تاجیکستان سوویتی به حیث مخبر به کار شروع کرد. در سالهای 1991 1992 کاتب مسئول و محرر مجله فرهنگ بود. از سال 1994 تا 2006 در دانشگاه علوم انسانی بیشکک استاد زبان و ادبیات فارسی بود. از سال 2007 تا کنون در کافدره نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان کار میکند. کتاب‌های او با نام‌های کلمه‌ها، شهر خورشید، درست بنویسیم و سلام دسترس خوانندگان گردیده است. برای مجموعه شهر خورشید برنده جایزه ادبی به نام میرزا ترسونزاده شده است. عین زمان سرمحرری مجله ملی ادبی صدای شرق را بر عهده دارد. ز شعر حضرت خیام مستم، کلامش بر لب و جامش به دستم. درون سینه من آتش شعر، فروزان است و من آتش پرستم. سلام بینندگان ارجمند. شعر کبوتری هست که در باغزار شعور لانه دارد و آب و دانش نیز از آنجاست. خوش به حال آنه که در فضای تفکرش این کبوتر بال میزند. در برنامه نوبتی ما شاعر و سرمحرر مجله ملی ادبی صدای شرق رستم وهاب هستم. خوش آمدید. سلامت باشید. خوب میخواستم در اول با یک شعر وطن دوستانه شما برنامه خود را آغاز بکنید. سلامت باشید. شعر نخستین من با نام مهرنامه که در روزنامه آن زمان کمسمال تاجیکستان چاپ شده بود با همین موضوع شروع می شود. یعنی می توان گفت که کار شعری من با موضوع وطن شروع شده است و بهتر می دونم که از همان شعر یاد کنم. بجز مهر تمنای ندارم تاجیکستانم، امیدم، آرزویم، افتخارم تاجیکستانم. اگر تقویم عمرم نامه تاریخ سختت نیست، ندارد تازگی روزگارم تاجیکستانم. اگر دل یک نفس به یاد فردای تو میماند، ورا از سینه خود میبرارم تاجیکستانم. اگر خاکم وگر افلاک یک گردی تو می باشم، چی منت گر به پایت سجده آرم تاجیکستانم. و یادت در غریبی چشمه ها را خواب می دیدم، شریک مادری چشم انتظارم تاجیکستانم. نیم بلبل که تنها مدح نوروز تو را خوانم، که به تو هر کجای بی بهارم تاجیکستانم. به تو پیوند من تا جاودان سرسبز خواهد بود،
چو می روید گیاهت بر مزارم تاجیکستانم. عاشق‌ترین شاعر بدرالدین هلالی فرموده که خصوصا من که جان من همین است، حیات جاودان من همین است، زی دور نظم باشد گفتگویم، زی بحر شعر باشد آبرویم. شعر در حیات شما چی نقش دارد؟ خب البته بیاناتی هست که شعر همچون هدف، همچون مقصود، همچون خواسته معرفی می شود بعضا، ولی اصل چنین نیست. شعر وسیله است، هدف نیست. شعر وسیله رسیدن به هدف است. هدف می تواند مثلا خدمت به بشریت باشد، هدف می تواند خدمت به وطن باشد، هدف می تواند رسالت انسانگری باشد، انسان سازی باشد. و شعر یک وسیله هست که شاعر با وسیله آن این مقصود خود را، این خواسته خود را عملی میکند. و شاعرانی که هدفشان و مقصودشان تنها شعر هست، اینها را شاعر پیشه میگویند. و شاعران بزرگ ما در تاریخ ادبیاتمون همیشه کوشش کردند که نه تنها چون یک شاعر پیشه، بلکه همچون یک مربی، یک متفکر، یک شخصیت صاحب رسالت خاصی شناخته شده باشند. و واقعا هم رسالتشون همین بود، نه اینکه خود رو بخواهند که چنان معرفی کنند. و گفتند که شعر یک وسیله رسیدن به این اهداف است. تا حتی که مثلا محمد اقبال لاهوری میگوید که نبینی خیر از آن مردی فروده است که بر من تهمت شعر و سخن بست. یعنی سخنوری و شاعری محض را که مقصدش تنها سخنوری و شاعری باشد، اون تهمت میگوید در نسبت خودش. یعنی رسالت من خیلی بالاتر از اون است که محض یک شاعر باشم. یا عطار میگوید که مرا از این شاعری خود عار ناید، که در 100 قرن یک عطار ناید. یعنی شاعری چیزی هست که در زمان عطار از شاعری محض بودن، یعنی تنها همین که یک شاعر بودن عار میکردن. یعنی باید که خیلی بیشتر از یک شاعری محض باشند، یعنی هدف داشته باشند، هدف رسالت انسانی، اجتماعی، تاریخی، معنوی داشته باشند. و شعر تنها یک وسیله باشد که این اهداف خود را با واسطه سخن بهتر، رساتر و مؤثرتر با واسطه شعر اجرا کنند. شفیعی کاتکانی آورده است که شعر به ارتباط موسیقی هیج است و بالو پری شعر نیز موسیقی است. و اینجوری میخواستیم در رابطه داشتن شعر و موسیقی کمی سخن میکردیم. خب شعر با موسیقی پیوندی مستقیم دارد بی‌واسطه. اگر ما هنوز از آثار حکیمان قدیم یادآوری شویم، افلاطون میگوید که شاعران را پیش از آن که به سرودن اشعار زیبایشان شروع کنند، یک آهنگ آسمانی فرا میگیرد که این روح الهام است، موسیقی آسمانی. و این موسیقی آسمانی در تمام شعرها هست. مثلا استاد قناعت میگوید برای آهنگ صافی آسمانی از من خاکی در شعر درباره زهره. و این در ایجادیات تمام شاعران جهان نوابسته به ملیت و قومیت و دیگر، این نکته که حتما موسیقی یکی از عنصرهای ذاتی شعر است تاکید شده است. و ارچیبالد مکلیش گفتنی یک شاعر مشهور امریکایی است که میگوید که شعر بیش از اون که پدیده بصری باشد دیدنی باشد، پدیده شنیدنی است، موسیقایی است، آوازی است. اگر شعر در صدا، در موسیقی، در آواز وجود نداشته باشد اصلا وجود ندارد. یعنی شعری که تنها به نقش و نوشتن وجود داشته باشد ولی صدا ندهد، موسیقی نداشته باشد، بالنده نباشد، صدای بالنده نداشته باشد، اون شعر بوده نمیتواند. شعری گنگ می شود، شعری ساکت می شود. جان شعر ما هم عروض است. خب اگر ما شعر سپید رو که اون موسیقی علاهده خودش را دارد جدا از عروض،
صرف نظر کنیم دیگر جان شعر ما عروض است. عروض موسیقی است. عروض موسیقی است و اصطلاح عروض، خود اصطلاح عروض بین علم موسیقی و علم شعر مشترک است. همین اصطلاح عروض رو موسیقی شناسان ما هم همچون یک واحد خاصی علم موسیقی استفاده میکنند. از صلاح هم نشینان نور را باور کنید، سیحه‌ی گردون روی منصور را باور کنید. خاک از جان و دلی تاک عشق افشاری کند، خاک از جان و دلی تاک عشق افشاری کند. نشعه خونی دلی انگور را باور کنید، نشعه خونی دلی انگور را باور کنید. تنبور را باور کنید، گاه گاه ناله‌ی تنبور را باور کنید. یاد دارید از خزانه کی بهار از پی نداشت، یاد دارید از خزانه کی بهار از پی نداشت. پایان میپذیرد سور را باور کنید، سور پایان میپذیرد سور را باور کنید. مغرور را باور کنید، پاک بازی های این مغرور را باور کنید. نشر فردا در نواری آفتاب آماده است، نشر فردا در نواری آفتاب آماده است. صبح نزدیک است این منشور را باور کنید، صبح نزدیک است این منشور را باور کنید. گاه گاه ناله‌ی تنبور را
شما که امروز سرمحرری مجله ادبی ملی صدای شهر رو بر عهده دارید، درباره فعالیت امروزه این مجله با نفوذ کمی صحبت میکردید. خب مجله صدای شرق البته آگاه هستید که یکی از کهن‌ترین بلکه کهن‌ترین نشریه ملی ما هست و شاید تنها نشریه هست در جمهوری که اعتبار ملی دارد. 90 سال پیش تأسیس شده است، یعنی سال 27 و سال آینده 90 سالگیش تجلیل می شود. منبر اساسی ایجادکاران جمهوری است، آنهایی که به ایجاد ادبیات مشغولند و از ابتدای تشکیل جمهوری تاجیکستان همیشه این منبر اساسی ادیبان ما بوده است. نخستین آثار ادبی بزرگترین ادیبان ما با شروع از استاد صدرالدین عینی، بعد جلال اکرامی، ساتم اولوغزاده، رحیم جلیل، باقی رحیم زاده، میرزا ترسونزاده، فضلالدین محمدی، مومن قناعت، لایق شیرعلی، نه همه ادیبان شناخته ما ایجاد نخستین آثارشون رو از همین مجله شروع کردند و تا امروز این وظیفهش رو این مجله ادامه میدهد و امروز هم از سابقه دارترین ادیبان ما تا کهن‌ترین ادیبان ما تا ادیبان جوانترین امروزه ما آثارشون رو در این مجله چاپ میکنند و ضمناً از این فرصت باید استفاده کنیم. اگر استفاده نکنیم شاید باعث تأسف است که این مجله در ابتدای اشتراکات امساله باید توجه بیشتر شود، برای که این مجله باید دسترس شود به هر یک مکتب ما، به هر یک مؤسسه فرهنگی ما، به هر یک خاندان ما حتی، چون که به واسطه ادبیات کهن و نوین ما با واسطه همین مجله معرفی می شود و امید است که در سالهای نزدیک ما با احیای باز دوباره جایگاه این مجله نائل می شویم. خب ما نیز آرزو میکنیم که صدای شرق همیشه صدای ملت بماند. اینجا در دست شما کتاب تازه نشرتان را میبینیم که با نام سلام است. درباره این کتاب کمی سخن میکردید و به چه خاطر نام این کتاب را سلام گذاشته اید؟ خب این کتاب منتخب از دیگر مجموعه پیشتری من و همچنین شعرهای تازه که هنوز جای دیگر چاپ نشده‌اند عبارت است. و نوع منتخباتی یا برگزیده اشعاری بنده میتواند محسوب شود. سلام به این خاطر که اکثر اشعار در ترکیب خود این مفهوم رو دارند. سلام یکی از پرمعناترین واژه‌های زبان ما هست و همه معناهایش مثبت است. سلامت، صلح، آشتی، خب رفاقت، خب همچنین پیامی که انسان ها در نخستین برخورد به یکدیگر میدهند و همه موضوع هایی که با انسان و ارتباط انسانی و انسانگرایی ارتباط دارد در همین واژه جمع شده است و این واژه ما را با ملت های دیگر بسیار جهان پیوند می سازد. خب میخواستم درباره استقلال عزیز 25 سالمان کمی صحبت میکردید و میگفتید که در این 25 سال مقدس ادیبان ما به کدام دستاوردهای ادبی نائل گردیدند؟ خب 25 سال البته مهمترین دوره در تاریخ هزاران ساله ملت ما هست، چون که این زمانی است که ما با رسمیت استقلال خود را اعلام کردیم و چنانه که مصطلح شده است مردم میگویند تا این زمان ما همچنین شرایط یا فرصتی در تاریخ کمتر داشتیم. واقعا چنین است
و امروز نه تنها ما بلکه نه تنها برای تاجیکان تاجیکستان بلکه تاجیکستان همچون یک واحد معنوی و سیاسی برای تمام فارسی زبان‌های دنیا شاید تنها سرزمینی باشد که با همین نام با نام تاجیکستان ارز وجود مستقل کرده است و همچون یک واحدی تمام عیار حقوق بین المللی در جهان شناخته شده است. یعنی ما از نظر حدود جغرافیایی اگر نگاه کنیم شاید تاجیکستان به نظر چندان کشور بزرگ ننماید، ولی از نظر جغرافیای تاریخی، جغرافیای معنوی و جغرافیای فرهنگی تاجیکستان یکی از بزرگترین کشورهای جهان دیگر محسوب می شود، با اون پشتوانه، با اون بار فرهنگی قدیمی که دارد و با اون رسالتی بسیار مهمی که برای همزبانان ما در سراسر دنیا انجام میدهد. میان شعر زمان استقلال و شعر زمان شوروی چی تفاوتی است؟ شعر زمان استقلال شعری است که از بسیار شرطیات و ملاحظه هایی که شاید در زمان شوروی شاعر را به زبان شاعر گره می انداخت آزاد است. خب البته آشنایی بیشتری با ادبیات گوناگون جهان شاید پیش آمد و تنوع گوناگونی ژانرهای ادبی پیش آمد. خب ترکیب زبانی اگرچه بعضی ها البته عقیده دارند که در این زمان یک مقدار امکانات زبان ادبی ما کاهش یافته باشد، ولی برعکس به نظر من به اساس دلیل ها، به اساس مطالعات بی‌واسطه بدون هیچ گونه تعارف و تکلف که در این دوره زبان ادبی ما هم خیلی غنی شده است، از آثار نوینی که ایجاد شده، از امکانات نوینی که ایجاد شده، از ذخیره های مردمی که ما به صحیفه های ادبیات آوردیم و همچنین از ارتباط بیشتری که با همزبانان خود داشتیم. مثلا در چند سال پیش شاید اگر کسی که کلمه دانشگاه یا دادستانی یا فرودگاه یا همین چیزها رو میشنوید به نظرش شاید خیلی عجیب و غریب میرسید، تعجب میکرد که چرا یک تاجیک این کلمه ها رو استفاده میکند. حالا هر یک کودک در باغچه، در کودکستان، در مکتب این کلمه ها رو استفاده میکند آزاد. این همچون مشت نمونه خیروار، ده ها و صدها چنین کلمه های ناب تاجیکی روی کار آمدن. از کتاب تازه نشرتون یک شعر رو باز هم اینجا امکان دارید که برای دوستداران شعر و ادبیات تاجیک تقدیم کرده باشید. خب وقتی که ما در موضوع مقدمه صحبتمان در موضوع استقلال بود، من ترجیح میدیم، بهتر میدونم که از این موضوع دور نرویم در چارچوب این موضوع. و یک شعری دارم با نام استقلال که این شعر در زمان شوروی نوشته شده است، ولی منظور از استقلال تاجیکستان است به عنوان یک کشور مستقل. یعنی این شعر یک سندی هست که گویای این حال که ما از همان زمان مردم ما، ملت ما، زیاییان ما، ادیبان ما در فکر و آرمان و آرزوی استقلال بودند. اون چیزی که اون آرزویی که امروز به عمل پیوست. استقلال اگرچه زاده دوران آزادم، اگر چندی به آزادی جهان را پیک ارشادم، ولی در پای دل، در پای روح زولانه ها دارم، از این زولانه های هرزه بیزارم و استقلال میخواهم. من باز تاکید میکنم که این زمان شوروی است. من استقلال میخواهم ز پندار دروغ خویش، ز بند اعتقاد بیفروغ خویش، که در او چشم رهزن جای خورشید است، که در او بیضه مرغ فراموش درج امید است. من استقلال میخواهم از این زنجیر طلای تحملهای نادرکار، که روحم از فشارش میشود افگار، دلم در چنگلش خونشار، تبسمهای بسمل در لبم عرض خردمندی، که بخشم چند ناخشنود را شادی و خرسندی.
ز ناامیدی، ز عجز و کاهلی، از بیم استقلال می خواهم، هم از خوی غلامی، از تواضع‌های از حد بیش که با نام ادب در جسم و جان ما نمو کرده، میان آدمیت تا حقیقت می کشد پرده و می زاید تعلق را، تملق را و ما را می کند طرد از وجود ما. ز ما می آفرد انگاره های بی تحقق را، ز جانم تا رمق پیداست استقلال می خواهم. نه من تنها در این عصیان، نه من تنها در این بندم، اگر خود نوده از ذات سرو یک تن و یک جان انسانم، تلاشم بهر استقلال انسان است. مقدر گشته با نام وطن یا پاره خاکم، اگر در بند باشم پاره از این وطن پندار در بند است. برای این وطن تا زنده‌ام در خویش استقلال می خواهم و تنها بعد پیروزی چو فرزند برومندش سر بر می کنم از قله اقبال، چون خورشید و استقبال می خواهم. خوب سلامت باشید و من گمان میکنم که امروز این پیروزی رو ما در دست داریم و از این شکرگزار نیز هستیم. بله، این روز سعید است، روزی است که برای همه ما مبارک. کیست غمخواری وطن، کیست غمخواری وطن، گر نه تو باشی و نه من، چشمی بیداری وطن، چشمی بیداری وطن، گر نه تو باشی و نه من. کیست تا سنگ اگر نیست سری خود بنهد، کیست تا سنگ اگر نیست سری خود بنهد، پای دیواری وطن، پای دیواری وطن، گر نه تو باشی و نه من، گر نه تو باشی و نه من، گر نه تو باشی و نه من. کیست غمخواری وطن،
در دوری لبان مهر بمشتن تو را مهر بمشتن تو را این چی سوداست که با قیمتی جان انجامد این چی سوداست که با قیمتی جان انجامد کو خریداری وطن کو خریداری وطن گر نه تو باشی و نه من 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 کیست غمخواری وطن چشمی بیداری وطن ما خریداری وطن گر نه تو باشی و نه من سپاسگزاریم برای اشتراکتان در برنامه ادب و استقلال و در پایان برنامه میخواستیم تمنیات شما را برای مردم سعادتمند تاجیک بشنیده باشیم. خب آرزوی ما این است که مردم ما واقعا با این روزهای سعید که رسیده روز به روز همیشه در شکوفایی و بلندگی قرار داشته باشد و همیشه رو به معنویت باشد همیشه رو به پیشرفت باشد همیشه رو به ترقی و رشد بیشتر باشد مردم کشورمان و از نعمت‌هایی که دنیای معاصر و استقلال در برابر او قرار داده است هرچی بیشتر برخوردار باشد. این صحبت رو میخواهم با یک ربایی مستزاد و خطاب به ملت شریف کشورمان ختم کنم که ای دوست دو چشم تو چراغ وطن است بیدار بیدار عقل و خردت مرهم داغ وطن است هوشیار بیدار وین قامت تو ستون به سقف وطن است از پا منشین این شاه چنار زیب باغ وطن است سالار بیدار. سلامت باشید. سپاسگزاریم از شما برای اشتراکتان در برنامه. بینندگان عزیز یادآور میشویم که مهمان برنامه ما بودند شاعر توانا رستم وهاب. تا دیدار نوبتی آسوده روزگار باشید. خیر.